سامانه سنگر تیجی که تحولات افغانستان را پیگیری میکند خبر داد که حمید خراسانی از مقام فرمانده امنیت ولایت پنجشیر برکنار کرده شده است. حمید یا عبدالحمید خراسانی از جمله آن زادگان انگشت‌شمار پنجشیر بود که با حرکت طالبان معامله کرد و به آنها در تصرف پنجشیر کمک کرده بود. اما مقامات طالبان گفتند که فرمان برکناری عبدالحمید خراسانی هنوز 3 ماه پیش امضا شده بود، ولی او همچنان خودسرانه کار میکرد. ابوبکر صدیق سخنگوی والی از سوی طالبان تعیین شده ولایت پنجشیر به سامانه سنگر گفت عبدالحمید خراسانی هیچ سابقه مجاهدی نداشت، یک فرد لوچ و دزد و رهزن بود و قبلا ضد امارت اسلامی حرفهای گفته بود که همه ثبت و معلوم مردم است. او از همان آغاز هیچگاه رسما فرمانده امنیت پنجشیر نبود و فرمانش نیز از سوی وزارت داخله صادر نشده است. بنا به اطلاع سخنگوی والی پنجشیر روز 19 مارس عتیق‌الله صدیقی رسما به عنوان فرمانده جدید امنیت این ولایت برگزار شده است. صدیقی به اساس مسئولان محلی پنجشیر و رهبران وزارت امور داخلی امارات اسلامی حدود 1 ماه می شود که به وظیفه تعیین شده کار میکرد. هر عملی که خراسانی انجام میداد خودسرانه بود و هیچ صلاحیتی برای آن نداشت، گفت ابوبکر صدیق. عتیق‌الله صدیقی از روستای بازارک مرکز ولایت پنجشیر است و به قول سخنگوی والی پنجشیر در گذشته به حمایت از نظام اسلامی کارهای ارزنده کرده است، ولی منابع آگاه سنگر گفتند عتیق‌الله صدیقی یک شخص بیسواد بوده در قیاس با خراسانی که حداقل صنف 8 را ختم کرده است، یگان مکتب نخوانده است و دلیل انتصابش قبل از همه رعایت توازن منطقه در پنجشیر می باشد، زیرا والی از ولسوالی پریان است و تا این زمان هیچ یک رهبر طالبان از بازارک مرکز ولایت و همچنان زادگاه احمدشاه مسعود اساسگذار مقاومت ضد طالبان بود. عتیق‌الله صدیقی یک کارمند استخباراتی طالبان بود که چند روز پیش از سوی محافظ مولوی قدرت‌الله والی پنجشیر به ضرب گلوله زخمی شد. گفته میشد که او مانع رشوه گرفتن این محافظ شده است. این قضیه را ضمناً حمید خراسانی پیگیری داشت. حمید خراسانی از روستای آنوبه ولسوالی رخه و یکی از چهره‌های جنجالی پنجشیر است که تا زندانی شدنش در پی مخالفت با امرالله صالح آن زمان معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی در کابل به کار و بار مشکوک نظیر دزدی و غارتگری مشغول بود. پس از آزاد شدنش از زندان حمید خراسانی به کوه پنجشیر پناه برده با حکومت مرکزی مخالفت میکرد. سنگر می نویسد که او گاه علیه طالبان و داعش شعار میداد و داد پیروی از احمدشاه مسعود را میزد، اما با یک بار قبل از جنگ‌های پنجشیر صدایش از کنار طالبان و علیه مقاومت ملی بلند شد. پس از سقوط پنجشیر فرمانده امنیه ولایت تعیین شد، اما روزهای آخر آرامش را گم کرد، زیرا با والی پنجشیر مولوی قدرت‌الله وارد اختلاف گردید و یک مراجعتنامه ویدیویی نیز به مولا هیبت الله از والی پنجشیر در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد که فردایش خبر برکناریش اعلان شد. حالا دقیق معلوم نیست که خراسانی بعد برکناریش کجاست و با چه کار مشغول است. آنچه به سنگر معلوم است وی در خانه خود و تحت مراقبت قرار دارد.